اگه ماراتون کی شرکت کردی و توان هوازدید احساس میکردی کم بوده، ضربان قلبت خیلی میرفته بالا، احساس خستگی توت زودتر ایجاد میشده نسبت به قبل و این که هنوز عضلاتت گرفتگیش خوب نشده، حتما این ویدیو رو ببین. تو این تحقیق اومدن 461 دونده ماراتون رو بررسی کردن. نتیجه که گرفتن چی بوده؟ این که هم کم آب می نوشیدن، هم فکر میکردن وقتی فقط تشنن باید آب بخورن، در حالی که وقتی تشنه میشی بدن قبلش وارد فاز کم آبی شده. 72.5% دونده ها به حداقل مقدار توصیه شده مصرف روزانه مایعات حتی نزدیک هم نمیشدن. 57.7% این افراد فقط 150 میلی لیتر مایعات قبل از مسابقه مصرف کرده بودن. این یعنی بدون اینکه بدونی عملکردتو خراب کردی. این مقاله دقیقاً داره اینو بهمون نشون میده که دانش مردم از منابع غیر علمی میاد. اگه میخوای تفاوت انواع آب، نوشیدنی ورزشی، الکترولیت و زمان مصرف انواع نوشیدنی رو توی ماراتون بدونی، برام بنویس HYD یا همون هیت.